تا حالا عشق ورزیدی؟ بله. کی؟ خیلی زیاد. از اول شروع. از اولی. آره. یادم یه بار 6 صبح بابا منو بیدار کرد که من برسونمش سر خیابون. یه پرایدی داشتم اون موقع. منم شلوار خونگی و دمپایی و همون در واقع تیشرتی که پوشیده برای خواب رفتم رسونش. موقع برگشتن یه خانومی دیدم که شاید 80 90 سالشون بود. خیلی‌ام خمیده و از اینایی که خیلی نازن. به خدا ناز نیستم. به من اینجوری کرد، گفت تا این خیابون منو برسون. خلاصش میکنم بعد از ظهر با این خانم من توی یکی از دههای قزوین بودم و داشتم کارهای ملکیشو میکردم، زمینشو پس بگیره با دمپایی و 2 تا بیسکویت از این ساق طلایی ها داشتم تو ماشین، اونو خورده بودم تا شب و اینا.